سلام، خسته نباشین. جمعه انتخابات بود. قبل از اونم یه سری مناظره برگزار شد که هر کی اومد کارنامه و تقریبا گزارشاتی از عملکردهای قدیمیشو ارائه کرد. حالا صحبت اکثریتشون که مشکل اساسی یه دونه کشور هم اقتصاده، در مورد این بیشتر صحبت کردن. البته به مواردی مثل برجام و اینا هم اشاره کردن که حالا فکر نمی کنم که تو برنامه‌های ما جایی داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که ما تولید کننده‌ایم و صدها و هزاران کارگاه کوچیک، نه کارخانجات بزرگ دولتی که حقوق میگیرن از دولت و اگه ضرر بکنن یا زیانی هم بدن اصلا جایی ثبت نمیشه و مشکل خاصی پیدا نمیکنن. در هر صورت یکی هستش که پشتشون باشه. ولی کارگاه‌های کوچیکی که با 10 تا 15 تا یا 20 تا کارگر یا حتی 30 تا کارگر 40 تا کارگر کار میکنن، اگه ضرر بدن ورشکسته بشن حامی آنچنانی ندارن. مخصوصا کارگاه‌های کوچیکی که تازه حالا به صورت خونگی شروع کردن، با 4 تا 5 تا کارگر شروع کردن یا اصلا کلا خودشون تنهایی شروع کردن و دارن این کار رو ادامه میدن، میشه گفت که تو هیچ کدوم از برنامه‌های این چند نفری که اومده بودن کاندید شدن وجود نداشت. البته یکی دو تاشون در مورد کارگرها صحبت کردن که قراره که حقوقشون افزایش پیدا بکنه یا بیمهشون به شکلی مشکلاتش برطرف بشه، ولی بعید میدونم. نه، نمیشه، چون یا هر کدوم نقدینگی میخواد و با این وضع اقتصادی و مشکلات و بدهی دولت نمیشه اصلا روی اینا حسابی باز کرد. مسئله ای که کل دنیا حرف اول میزنه اینجا فکر کنم دهمین مورد باشه، اونم اقتصاده. خب کاملا مشخصه، دانشگاهی کارگر که نیست که نمیدونه که صبح ساعت 8 صبح تا 5 بعد از پشت یه میز بشینه یه چیزی رو مونتاژ کنه یا بدوزه یا مدام در حال رفتن و اومدن باشه. به قولی آمریکایی‌ها یقه سفیدا از یقه آبیا لباس آبیا خبری ندارن که نمیدونن که چه جوریه. حالا در هر صورت کارگاه‌های کوچیک تو برنامه‌های اینا هیچ جایگاهی نداشت و منم خیلی این مطلب رو دنبال کردم که بلکه یه موردی یه مسئله رو عنوان بکنن، ولی خبری نبود. بعض از این بلاگرها هم که حالا توی برنامه‌های مجلسشون انتخابات مجلس یه سری پیشنهادات داده بودن و یه سری موردها رو مطرح کرده بودن، از جمله دادن زمین مجانی. یکی از مورداییه که بعضی از این کاندیداها روشون مانور میدادن و میگفتن آره اگه کسی مثلا زمین مجانی بگیره خب خودش یواش یواش میسازه. بله درسته، حرف خیلی خوبیه و پیشنهاد خیلی عالیه، ولی چند درصد مردم توی این کارگاه ها و کارخونجات کار میکنن که توانایی ساخت یه دونه زمینه داشته باشن؟ برفرض اگر وامی هم بدن، بازم اون مبالغی که دارن میگیرن صرف زندگیشون میشه. الان دادن قسطای وام واقعا مشکله. حالا بعضی از کارخونجات بزرگی مثل ایران خودرو اینا حقوق خیلی بالایی میدن، ولی کارگاه‌های کوچیک نمیتونن این حقوقا رو بدن و پشتوانه آنچنانی ندارن. زمینم بهشون بدین، فردا دوباره از این کارگاه به اون کارگاه، ورشکستگی کارگاه، نقدینگی پایینشون، عدم خرید کالاهاشون، هیچ گونه تضمینی وجود نداره دیگه. تولید کننده همیشه، مخصوصا این تولید کننده های کوچیکی که خودکفا هستن، یعنی سعی میکنن که خودشون مسائل مشکلاتشون حل کنن، جنسشون رو بفروشن با بازار، با واسطه هایی که توی این وسط هستن. معمولا هم بعد از اون قضیه گرونی هایی که به وجود اومده دیگه هر جایی که بخوای بری باید کارت بکشی دیگه. اون چکا دیگه به اون شکل سابق طرفدار آنچنانی نداره و هر جا باید اون نقدینگی رو تهیه بکنی که مواد اولیت رو بخری. مواد اولیه همش کلا نقد شده و با کار کشیدن میتونی اون مواد اولیت رو تهیه بکنی. حالا یه نفرم یه زمین میگیره، خب خرج روزانه‌شو از کجا در بیاره؟ ساخت اون حالا میذاریم به کنار. زمینه گرفته میندازه تا یه پولی دستش بیاد که بخواد بسازه. با کدوم؟ با اون حقوقای پایینی که کارگر داره میگیره و تولید کننده‌ای که نمیتونه بیشتر از این. بله اگر وضعیت اقتصادی خیلی خوب بود، تیراژهای تولید بالا میرفت تو بخش خیلی از بخشا، حالا من تنها فقط کفش و کیف و چه میدونم پوشاک و مثال نزنم، خیلی از بخشای دیگه ای هم هستن که قطعات خودرو، قطعات موتور، حالا غیر از فروشنده ها من بخوام بگم فقط تولید کننده هایی که صندلی، مبل یا چیزهای دیگه این شکلی تولید میکنن، خب اینا همه کارگاه‌های کوچیکی هستن. اینا چجوری میتونن کارگراشون با این مبالغ پایین اون زمینا رو بسازن و توش زندگی بکنن؟
حالا نظر من اینه که شما بلاگر عزیز در مورد اینکه زمین میدی، خب خوبه، تاکید بکن تو این قضیه که باید زمین مجانی بدی و کل ایران هم تا دلت بخواد زمین هستش. اون زمین رو بده که این کارگاه ایجاد بشه. وقتی یه کارگاه ایجاد بشه، الان خیلی از کارگاه هستن با هزینه‌های بالای اجاره بها و ودیعه‌ای که پیش میدن دادن درگیر هستن. شما کارگاه رو بهشون بدین، اصلا نمیخواد به نامشون هم بکنین، میتونید اجاره 10 ساله 15 ساله 20 ساله بهشون بدین، بعد از 20 سال 10 سال 5 سال مجابشون کنین بخرن یا توانایی خرید خودشون پیدا میکنن بهشون بفروشین. به این شکل که بتونه مولد بشه، بتونه کارآفرین بشه، یه خونه بگیره بره زیر سقفش بعد نون نداشته باشه، با این حقوق پایین کارگری سر سفرش چیزی نباشه، این که نشد کار که. خب ما باید به فکر تولید بشیم. حرف اول دنیا اقتصاده. چین با اون همه قدرت و عظمتش از یه فسخلی چیزی رو داره تولید میکنه تا یه چیز خیلی بزرگ، چه میدونم ناو فلان. خب اینا همه تولیده که یه کشور رو پیش میبره، نه یه سری سیاسیونی که میشینن یه سری قوانین رو تصویب میکنن بعدم خداحافظ میذارن میرن. خب اون قانون تصویب بشه، به حال من چه فرقی میکنه؟ من مواد اولیه میخوام، من پشتوانه نقدینگی میخوام، تمام این مورد. ما کارگاه کوچیکی 4 نفر 5 نفر هر کارگاهی دارن این کارا رو انجام میدن. برین الا ماشاءالله از این کارگاه فراوونه، هر جای تهران هر جای شهرستان که بخواید برید، از موزیدوزا گرفته تا اونایی که مونتاژ میکنن، چاقو سازات، چه میدونم اونایی که کفش تولید میکنن، اونایی که هر کسی شما نگاه بکنید میبینید که اینا تولید کننده های کوچیک هستن با 5 تا 10 تا کارگر، نهایتش 20 تا کارگر. دیگه خیلی خوب پیش بخواد بره مثلا چه میدونم 100 تا کارگر. دیگه در اون حد واقعا زمیناش جواب نمیده. اگه جواب میداد میکرده چند هزار تا کارگر. کارگاه‌های کوچیک هستن که باید قدرت پیدا بکنن که اقتصاد این مملکت رو حرکت بدن. خیلی از کشورها، ویتنام، کامبوج، تایلند، اینا همه با همین کارگاه‌های کوچیکی که میتونستن یواش یواش با نقدینگی‌هایی که جمع میکنن و بهشون تزریق میشه تبدیل به کارگرای بزرگ بشن. چند میلیارد به یه نفر بدید که بره یه گوشه‌ای چه میدونم 2 میلیارد یه دونه زمین بخره، یه سوله درست بکنه، باقی اون مبالغی هم که بهش دادید ارزا و فلان و دستگاهایی که وارد کرده بذاره اونجا، بعد یه دفعه 20 میلیاردش هم برده چه میدونم تو شمال این ور اونور ویلا و خونه و زندگی داره، تو کار معاملات مسکن و زمین و این چیزا هستش. این که نشد تولید این که نشد تولید که اون کارخونه هم بعد از مدتی باید جمع بشه چون بازدهی نداره، کارگرش دوباره برمیگرده میاد توی بازار کار. روی صحبت من اینه که اگه زمین میخواین بدین، پول میخواین بدین، نقدینگی میخواین بدین، نظارت میخواد روش باشه، اینا همش با برنامه و کارنامه‌ایه که یه دونه چه میدونم، حالا من شخص بالا با اون مقامات بالا کار ندارم، با همینایی که پایین هستن، چون اونا 4 سال میان، 5 سال میان، 8 سال میان بعدم میرن. اون اقتصاد بالا رو خب با دانشگاهی‌ها میدونن. خب عمل بکنید. ما فقط منتظریم که مشکلمون حل بشه. ما منتظر نیستیم که شما بیا 400 صحبت بکنید برای من که من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، من اون کارو میکنم. بله منم الان خیلی حرف زدم، ولی کجا؟ نتیجه کار مهمه که چی از خط تولید من خارج میشه و کی میخره. خیلی ممنون که تا اینجا با من بودید. فکر کنم زیاد طول کشید، ولی خب به خاطر همین تبع انتخابات بود که همه رو آورده بودن میگفتن به این رأی بده درست میشه، به اون رأی بده درست بشه. حالا ما رأی دادیم دیگه، یکیشون رأی دادیم، ببینیم نتیجه چی میشه. مثل 8 سال قبل اون همه مکافات و مشکلات خبر ندارن که، اگه خبر داشتن نمیدونستن که یه کارگر با این حقوق پایین چی کار باید بکنه، چی جوری زندگیشو بگذرونه. حالا بعضی شهرهای بزرگ مثل تهران خب حالا حقوق یکم بالا ولی خب هزینه‌اش بالاتره، ولی شهرهای کوچیک کارگر با اون مبالغ پایین چجوری میخواد زندگیشو بگذرونه. خیلی ممنون، متشکرم. تا یه ویدیو دیگه.